مطمئنم تا حالا کسی بهتون نگفته درست کردن این نون لطیف و خوش رنگ و خوشمزه چقدر راحته. هفتشو ببین عین پنبه است. تا قلق خاص داره که تو این ویدیو میخوام تمامی نکاتشو بگم. حتی شمایی که تا حالا خمیر درست نکردین بتونین این نون خوش رنگ و خوشمزه رو برای افطارتون درست کنین. همین اول دکمه سیو بزن، قلب سفیدم قرمز کن، بریم که با هم درستش کنیم. اول کاری یکی از زرده‌های تخم مرغ رو میذاریم کنار برای روما. بعد هم تمام موادی که توی کپشن نوشتم و با هم مخلوط میکنیم. من این بار بر درست کردن خمیر از دستگاه استفاده کردم، ولی بدون دستگاه هم میتونید به راحتی این خمیر رو درست کنید. اندازه های دقیق توی کپشن براتون نوشتم، ولی میزان آرد بسته به نوع و آبخور آرد ها با هم فرق میکنه. اگه خمیرتون خیلی شل و چسبنده بود میتونید با اضافه کردن 1-2 قاشق آرد چسبندگیشو بگیرید. اگه خمیرتون خیلی سفت بود بازم نگران نباشید، با اضافه کردن 1-2 قاشق آب میتونید یه خمیر نرم و لطیف به دست بیارید. خمیر چون میزان شکرش یه مقدار بیشتره نیاز به استراحت کافی داره، یعنی شاید بیشتر از 2-3 ساعت استراحت لازم باشه، ولی حتما بذارید خوب استراحت کنه و حجمش 2-3 برابر بشه. یکی از نکات مهمش اینه که اصلا عجله نکنید، بذارید خمیرتون حسابی ور بیاد تا در نهایت یه نون خیلی خوشبافت و نرم و پنبه‌ای داشته باشید. کار کردم با این خمیر همونطور که دیدین خیلی راحته، به هر شکلی دوست داشتین میتونین بهش طرح بدین. دوباره روشو بکشین، یه استراحت نیم ساعته بهش بدین و بعد رومال زده و کنجد بپاشید. حتی هم توی فری که از قبل با دمای 200 درجه حسابی داغ شده به مدت 20 دقیقه بذارید بپزه. از فر که در اومد داغ روش عسل رقیق شده بزنید و به دلخواه تزیین کنید. دوست عزیزم اگه از اکسپلور این پست رو میبینی خوشحال میشم مهمون پیجم باشی یا این پست رو برای دوستات